مانا ما پیاز رو مهین ریزه کردیم. انا اکنون نمک یک نیم قاشق، من همین قاشق چای چایی، زیره نیم قاشق، مرچ نیم قاشق، کوریاندر نیم قاشق با بالای پیاز میریزیم. لحظه کرد پیاز رو با همین زیره‌واری ها آمیخته میکنیم. تیار شد، آمیخته شد. اکنون گوشت رو همراه میکنیم و با گوشت آمیخته میکنیم پیاز رو. من ارد رو نیم کیلو ارد رو بیخته ملنگانچه گرفتیم، تخم میاندازیم. نمک از یک قاشقچه چایی بسیارتر، از این از قاشق کلان کمتر. آب رو ما گرمتر میگیریم چون که در فصل زمستان ترکیب ارد خنک میشود. برای همین ارد رو باید بسیارتر گرمتر گرفتن در کار. من آب رو ما در خمیر کم کم انداخته آمیخته کردیم. خمیر ما باید که سخت‌تر آید چون که توش بیره. اگر خمیرتان سخت‌تر باشد توش بیرهتان هم خوشروی میبرد هم با لذت میشود. از خمیر لغمان باید که کمتر ملایم‌تر شود. خمیر لغمان سخت میشود، سخت میگیرم. خمیر ما تیار شد. در طول 5-7 دقیقه ما این رو مشت زده به شکل الاستیکی آوردم. انا از همین خمیر شما میتوانید مانتو خانومه تیار کنید. خمیر تیار رو کمتر آرد باشیده در مدت 8-10 دقیقه پیچانده میمونیم تا که دم گیرد. من 15 دقیقه گذشت. خمیر ما انچقدرش رو پرداخته است. ما این رو اکنون 3 بلک میکنیم. اگر 2 بلک کنیم کلانتر میشود. من 3 زبالچه ما تیار شد. این رو 5 دقیقه یا 6 دقیقه باز پوشانده میمونیم. ما زباله اول رو میگیریم. اون رو کم کم تونک کرده ارد میپوشیم. من اینجور کنه به یک طرف میگذاریم. خمیر ما از بس که سخت تر است برای همین کمتر دیگر باز دم میدهیم تا که تونک شوی آسان شود. من زغالچه رو ما گرفتیم. اینجا ملایم شده است. اکنون این رو آهسته آهسته تنک میکنیم که 2 میلیمتر باشد. توپای ما 2 میلیمتر باشد. با همین زین اون رو چخیرک در آش توپا تنک میکنن. همین خیلی تنک میکنیم.
ما تنک شد. ما این رو اکن از دیگر پیچانده برای بریدن تیار می‌سازیم. قطع کرده می‌بریم. ما توپچه ها رو می‌بریم. با فکرم 6 سانتی متر کمک کلانتر شد. شما می‌توانید 5 کنید. به شکل کوادرات. یک قاشقچه پر رنگ کمتر. چون که اگر بسیار هم اندازیم در وقت جوشیدن توپا دریدنش ممکن است. بالای ما قریب یک لیلیچه شد. این توش بیره ها رو این دو تای ماندگی رو هم همینخیر تنوک کرده میبندیم. ما جوشید. ما با این آب یک قاشق پر را نمک انداختم. انا کن توش بیره ها رو 4 تا 5 تا می اندازیم. باید که علاوهش بلندتر باشد تا که از جوش نماند. توش بیره ما با جوشیدن سر کرد. توش بیره باید در علاوه بلند پزده نکی نجوشد. چخیل نجوشد. وقتی که با جوشیدن سر کرد یک قاشق تخمینا آب میریزیم که توش بیره اگر جدا سخت جوشد و چی میشود؟ و کمتر سوس میبرد از دیگ. برای همین منه این انا همین ترس 2-3 بار آب انداخته میجوشونیم. سخت نه با میل نکی علاوهش بلند است. بیره پخت 15 دقیقه جوشید. من در مدت 15 دقیقه 3-4 بار کم آب ریختم. من جوشیده با برآمد. من اکنون و طبق اون رو میبرداریم.